آهای حرومزادا، من هنوز زندم. I'm back، من برگشتم. تو دهنی محکم کریستیانو رونالدو و منتقدان خودش مثل زلاتان و تیری هانری با درخشش مقابل ازبکستان. فشاری شدن زلاتان ابراهیموویچ و هانری بعد از بازی پرتغال. امروز قراره با هم دیگه بازی پرتغال و ازبکستان رو تو اپیزود دوم فوتبالکست بررسی کنیم. همونطور که داخل ویدیو قبلی دیدید من گفتم اگه بازیکن‌های پرتغال بتونن کریس رونالدو رو تغذیه بکنن، رونالدو هنوزم اون مهاجم خطرناک سابق هستش و تو وقتی نتونی به مهاجم توپ برسونی انتقاده از کریستیانو رونالدو اشتباه. من داخل ویدیو قبلی واقعا خودم پاره کردم تا اینو بتونم به یه سری عقده‌یا بفهمونم و دقیقه 6 فقط 6 دقیقه رونالدو زمان میخواد تا یه تو دهنی محکم بزنه تو دهن زلاتان، یه دونه بزنه تو دهن هانتی که دیگه انقدر زرزر نکنن فقط راجع رونالدو. و فوق العاده بود واقعا. اصلا اون توپی هم که ژا کانسل آورده شما دقت کنید، اصلا رونالدو یه موقعیت دیگه بود، برونو فرناندز ازش جلوتر بود. رونالدو فکر بازی و مغز بازیش خوبه که خودش دقیقاً جدا کرد، یه دونه به برونو گفت گم شو برو اونور، تو این کارا نیستی، تو باز کرد تو گل ازبکستان و کرد تو ما تحت اونایی که بهش هیت میدادن، راجبش بد میگفتن، مثل هانری و زلاتا که بعد بازی هانری و زلاتا اینجوری شده بودن. بعد زلاتان رونالدو که بعد بازی گفت من برگشتم، زلاتان برگشت که من کجا رفته بود یه دور مادر تو رو داخل سوئد زیارت کنه و بعد برگرده جواب تو بده. و اما راجع به ازبکستان هم که نه من لو بلاک بازی کنه و ضد فوتبال بازی کنه مثل بازی ما که مقابل بلژیک انجام دادی و تیمش واقعا پرس میکرد و قشنگم بازی کرد. درسته 5 تا خورد اما واقعا فوتبال زیبایی بازی کرد. پرتغال از بالا پرس میکرد و پرتغال باگ عجیبی که روبرتو مارتینز تو این 4 سال داخل پرتغال داره، تیمایی که جلوش بسته بازی کنن به مشکل میخوره و نمیتونه موقعیت سازی کنه. داخل یورو 2024 هم دقیقاً همین مشکل پرتغال داشت و پرتغال مقابل تیمایی که فضا رو بسته بودن نمیتونست موقعیت ایجاد کنه، مثل جمهوری چک، مثل ترکیه و همین جام جهانی هم مقابل کنگو. البته واقعا کنگو خیلی چغر بود و کلمبیا به سختی موفق شد 1-0 کنگو رو شکست بده و الان صدرنشین این گروه هست که حالا مسیر پرتغال هم بعد با هم دیگه یه بررسی داشته باشیم که اگه پرتغال دوم بشه کارش واقعا سخت میشه. اگه واقعا رویا اینو دارن که کریس رونالدو رو به قهرمانی جام جهانی برسونن بازیکنان پرتغال، که من مطمئنم برونو فرناندز و ژائو نویس دوست ندارن اصلا این اتفاق بیفته، خیلی مسیر پرتغال سخت میشه. اما رونالدو داخل این بازی دبل کرد که اگه خوش شانس بود میتونه حتی هتریک کنه یا حتی پوکر کنه. واقعا اون فری که تو صحنه دقایق آخر نیمه اول بودش زدش و بازیکنان ازبکستان توپو برگردوندن، واقعا خیلی حرکت زیبایی بودش انجام داد و دقیقه 45 نیمه اول رونالدو یه فر زیبا به توپ داد که حتی میتونست هتریک بکنه، اما بازیکنان ازبکستان توپو برگردوندن و واقعا رونالدو این بازی فوق العاده بود، پرس میکرد و حتی یه صحنه توپگیری از گلر ازبکستان هم داشت و میتونست یه سوپر گل خوشگل هم بزنه که با بدشانسی این اتفاق نیفتاد. اما آقای برونو فرناندز دیدی درد نداره اگه به رونالدو پاس بدی تیم بهتر بازی میکنه. واقعا کجا میتونی همچین مهاجمی پیدا کنی؟ رو صحنه گل اول رونالدو شاهکار بود، دفاعی ازبکستان پشماشو ریخته بود. حتی فینیشینگی که رونالدو داره من میتونم بگم حتی هالند هم نداره. رونالدو قدرت تموم کنندگی فوق العاده ای داره و پرتغال واقعا عملکردش داخل این بازی خوب بود. اما میگم با یه بازی نمیشه عیار یه تیم رو سنجید. مثلا انگلیس اومد تو بازی اول اگه اشتباه نکنم 4 تا 5 تا به 4 تا زد، اگه اشتباه نکنم 4-2 کرواسی برد، اما تو بازی دوم مقابل غنا که لو بلاک بازی میکرد بازی 0-0 شد. آیا کسی اومد بگه مثلا هری کین تموم شده، مشکل تیم هری کین باید نیمکت نشین بشه؟ آقا قبول کنید همه با کریس رونالدو مشکل داره. خود رونالدو بعد بازی چی گفت؟ آیم بک، من برگشتم. بعد ازش پرسیدن این جوابت به منتقدا بود این دبلی که انجام گفت نه من جوابم تو زمین میدم، من 23 ساله کارم همینه و اصلا به دیگران توجه نمیکنم. به قول کارلو آنجلوتی، ژوزه مورینیو و زیدان میگفت از رونالدویی بترسید که بازی قبلی گل نزده باشه و فشار روش باشه. کریس رونالدو فقط 6 دقیقه فرصت میخواست جواب شما رو بده، یه تو دهنی محکم به امثال زلاتان و هانری بزنه. و اگه پرتغال برای کریس رونالدو بازی کنن، بازیکنای پرتغال، این پرتغالی که نتیجه میگیره. دقیقاً کاری که آرژانتین برای لیونل مسی انجام میده. آرژانتین تو این جام جهانی 5 تا گل زده، 5 تا گل هم لیونل مسی زده. تاکتیک آرژانتینیا چیه؟ توپو میارن پشت محوطه جریمه آرژانتین و لیونل مسی که واقعا قدرت شوت زنی فوق العاده ای داره و اون چپای خوشگلی رو میزنه، براش فضا ایجاد میکنن تا شوت بزنه. دقیقاً آرژانتین رو محور مسی بازی میکنه، کاری که بازیکنای پرتغال نمیتونن برای رونالدو انجام بدن. بازیکنای پرتغال فردی هر کدومشون بهترین دنیا هستن. برونو فرناندز بهترین بازیکن پریمیر لیگ، نونو مندز بهترین دفاع چپ دنیا، ویتینیا بهترین هافک چمپیونز لیگ، ژائو نویس بهترین هافک چمپیونز لیگ و بازیکنای خوبی تو هر پستی داره. اما اینا باید بلد باشن که چجوری از ذهنیت و قدرت کریستیانو رونالدو داخل زمین بهره ببرن که بازیکنای پرتغال ببخشید کسخلن. تو یه صحنه ترنکا میتونست پاس بده رونالدو هتریک کنه نداد، یا همون قبل از گل اول برونو فرناندز یه صحنه میتونست پاس بده کریس رونالدو دقیقه 3 گل بزنه، پاسو نداد، خودش زد رفت.
بابا تو که میبینی فضا داره، چرا بهش پاس میدی؟ دقیقاً گل دوم آرژانتین به تیم اتریش دقیقاً شماره 5 پارادس بود، دید مسی فضا داره داد، به خدا همونو برونو بود بازم نمیداد. دقیقاً مشابهش تو بازی پرتغال هم دیدیم دیگه، دقیقه 3 پاس رو نداد. و اینه که واقعا آدمو فشاری میکنه. یعنی واقعا اگه اون فشار انتقادات رونالدو فنای خارجی و اتک به پیج ژانوس دوست دختر کیریش و برونو فرناندز، مطمئن باشید اصلا پاس نمیدادن به رونالدو که کارو تموم کنه. یعنی اون گل دوم رونالدو که زد، رونالدو از سمت چپ اومد اضافه شد و داشت میداد به برونو از این طرف بده. به خدا اگه فرصتش اونم پاس میداد به رونالدو. و رونالدو واقعا یه ضربه محشر به توپ زد و عملکردش واقعا فوق العاده بود. کریستیانو رونالدو و نمره 9 و 4 هم گرفت و جالبه تو تیم هفته قرار نگرفت کریستیانو رونالدو و همینجا میتونیم ببینیم کارشکنی‌ها علیه CR7 اویارزابال رو گذاشتن تو تیم هفته، کریستیانو رونالدو رو نذاشتن. البته اونم دبل کرد، رونالدو هم دبل کرد، اما نمیدونم دیگه، اصلا کلا میگم این جامعه با کریستیانو رونالدو مشکل دارن. اما بچه بازی با کلمبیا که ساعت 3 شب یک شنبه بامداد هستش با کلمبیا، خیلی چیزا رو میتونه مشخص کنه. اگه پرتغال تو گروه خودش دوم بشه، کار بسیار سختی رو تا رسیدن به فینال رقابت‌ها داره. تو راند 1/16 اونا باید مقابل غنا قرار بگیرن که برنده اون بازی باید به مسافه تیم اسپانیا و اتریش بره که واقعا کار پرتغال خیلی سخت میشه. شانس اول قهرمانی از نگاه همه اسپانیا است که دیدید واقعا برگشت خوبی هم داشتن و پرتغال به نظر من باید حتما بیاد کلمبیا رو ببره، این سمت جدول قرار بگیره که این سمت جدول اگه پرتغال بیفته احتمال 90% با تیم کرواسی بازی کنه. چون بچه‌ها من یه توضیح راجع به سید بندی‌ها بدم. 8 تیم سوم صعود میکنن از 8 تا گروهی که وجود دارن، یعنی تیمای اول با تیمای سوم میزنن و تیمای دوم با تیمای دوم. الان پرتغال چون داخل گروه خودش حالا تا قبل از هفته سوم چون تو رتبه دوم قرار داره که الان پرتغال دوم باید با تیم دوم گروه انگلیسینا بازی کنه که الان تیم غنا هستش که قطعا به نظر من غنا تیم دوم، ان شاءالله کرواسی مثلا میاد بازی خودشو میبره و کرواسی به نظر من تیم دوم میره و انگلیس هم حالا بازی آخر 100% باید ببره دیگه که به عنوان تیم اول بیاد بالا. و پیش بینی من اینه که پرتغال حتما باید بیاد کلمبیا رو ببره که تو دور 1/16 با تیم سوم از سمت راست جدول قرار بگیره که بازم احتمالش میدم یا باید غنا باشه یا کرواسی دیگه، چون جز این دو تا تیم سناریویی نمیشه یا سمت چپ جدول یا سمت راست جدول. و اگه غنا رو ببره توی 1/8 نهایی احتمالاً باید مقابل سوئیس قرار بگیره و تو اگه سوئیس هم شکست بده تو دور 1/4 قرار یه فوتبالی ببینیم که میتونم بگم پربیننده ترین فوتبال تاریخ میشه که باید ازش بنویسن. از دقیقه 1 این بازی باید داستان نویسا، شعر نویسا بنویسن تا دقیقه 120 که به نظر من این بازی میره پنالتی. پرتغال آرژانتین قطعا یه پنالتی جذاب خواهیم داشت، اما اگه بتونه آرژانتین رو شکست بده نیمه نهایی یا باید با انگلیس بازی کنه یا برزیل. حالا اگه پرتغال دوم بشه که بازم دور اول کارش راحت، اما 1/8 بعد مقابل اسپانیا قرار بگیره، 1/4 احتمالاً بلژیک، نیمه نهایی یا آلمان یا فرانسه که 99% فرانسه میاد و کار پرتغال و کریستیانو رونالدو برای تاریخ سازی خیلی سخته. اما اگه رونالدو و پرتغال بتونن این جام جهانی رو به نظر من کار خیلی بزرگ انجام دادن. پرتغال تو تاریخ خودش فقط یه سومی جام جهانی داشت و هیچ افتخار بزرگی نتونسته به دست بیاره و حتی تصور کردن اینکه کریر کریستیانو رونالدو با قهرمانی توی جام جهانی به پایان برسه یکی از دراماتیک ترین تراژدی‌های تاریخ فوتبال میشه و حتی تصور کردنش مو به تن هر کریستیانو رونالدو فنی سیخ میکنه و میگم واقعا خیلی جذاب میشه این اتفاق بیفته که پرتغال بتونه قهرمان بشه. و همه عیار پرتغال به نظر من بازی با کلمبیا مشخص میشه. کلمبیایی که وینگرای خوبی رو دارن مثل لوئیس دیاز، چند تا بازیکنش که داخل اروپا بازی میکنه، حتی خامس رودریگز هنوز رهبر این تیمه و لوئیس دیاز که فصل فوق العاده ای رو با بایر مونیخیا داشته و پرتغال باید بیاد خودش رو نشون بده مقابل یه تیم آمریکای جنوبی، مقابل یه تیم جنگنده. اگه قراره با آرژانتینیا بازی کنن، کلمبیا میتونه یه نسخه ضعیف‌تر از تیم ملی آرژانتین باشه. کلمبیا تیمی که حتی 2 سال گذشته به فینال کوپا آمریکا هم صعود کرده بود و اونجا آرژانتینیا به سختی موفق شدن کلمبیا رو 1-0 شکست بدن و میگم نسخه ضعیف شده تیم ملی آرژانتین است که پرتغالیا عیارشون تو آخرین بازی مرحله گروهی مشخص میشه و اگه بتونن کلمبیا رو شکست بدن شاید گام بزرگی رو به سمت قهرمانی برداشته باشن. همین حرفای من سناریو و تراژدیایی است که روی کاغذ ممکن اتفاق بیفته و تا قبل از اون بازی نمیتونیم مسیر مشخصی رو برای پرتغال در نظر بگیریم که بعد از مشخص شدن براکت مرحله حذفی به طور کامل حتما یه بررسی راجع به
که فینالیستا و پیش بینی‌های خودم حالا با یکی از مهمونای عزیزی که در آینده به جمعمون اضافه میشه خواهیم داشت تا ببینیم چه اتفاقی داخل این جام جهانی 2026 میفته. بزرگترین جام جهانی تاریخ فوتبال با 48 تیم برای اولین بار که کدوم تیم میتونه این فرمت بزرگ قهرمان شه. خیلی به نظر من از مرحله حذفی بازی جذابتر و خفن‌تر میشه، چون دیگه تیم‌های ضعیف میرن کنار و از دور اول حذفی میشه جام جهانی قبلی، میشه 32 تا تیم و خیلی جذابتر میشه انصافا. امیدوارم که ستاره ها بدرخشن مثل کریستیانو رونالدو، مثل لیونل مسی، مثل کیلیان امباپه و مثل هالند تا همه فوتبالی از این جام جهانی لذت کافی رو ببرن. و راجع به پرتغال و کریستیانو رونالدو هر چیزی بود که گفتم. خیلی ممنونم که با قسمت دوم اپیزود فوتبال کست با من همراه بودید و منتظر ویدیوهای بعدی از من باشید.